سلام بچه ها، خوبی؟ بچه ها موزیک مورد علاقتون چیه؟ سبکش یا اسم یه خواننده مورد علاقه که الان حال میکنی گوش بدی. خارجی امینم، ایرانی هم سورنا. چه موزیکی شو؟ سورنا آهنگ علیلش خیلی خوبه. از یک تا ده به این ترک چند میدی؟ سورنوازم به این ترک 10 میدم. خب حالا ترک مورد علاقه خودت که خیلی گوش میدی پلیلیست چیه؟ آلبوم جدید صادقه برای دوست، فعلا نشام آشنایی. تو زندگی معنی استفاده است، وابستگی حس ساده است، دل دادن توش خیلی سخته ولی دل پس کشیدن اشتباه. آره بالاخره صادق داداش قشنگه، میدونی حس بهت میده ولی قدیمیه دیگه، میشه اون لذت که اون موقع یه سال اول میده الان آره، ولی در کل همون آدمه دیگه، میشه الان اینم بیشتر جدیدا رو سر پیگیری شد. چند میدی به این ترک؟ به این ترک خب میدم 6 میدم. 6. آره. حالا ترک مورد علاقه خودت که تو پلیلیست خیلی گوش میدی، آره اصلا جدیده که میدی. خب ترک اوکی دورچیو چرسی. یه سوال، به این ترک از یک تا ده چند میدی؟ یادت میاد گفتم داستانمون بسته، یادت میگفتم پیدا نمیشه مثلش، هنو مغزم مونده هنگ تا اون روزا. ایرانی گوش نمیدم. خب حالا به نظرتون چند نمره چنده؟ سلام، بس نمازیم شما به این ترک چند شما ترکی که خیلی گوش میدین، یعنی که پلیلیستتون خیلی پلی میکنین، این روزا چیه؟ We're right here. I'll be back in the morning. I know that I'm not that important to you, but to me, girl, you're so much more than gorgeous. So much more than perfect. منم نمیدونم. آره عشقه. خب آقا یه سوال، بیشترین ترکی که توی پلیلیستتون یعنی الان خیلی گوش میدید چیه؟ ترک بوزبامپ امین تیجه. یک تا ده به این ترک چند میدی؟ میلرزه رو بیتم یه ریز لوسرا، جنس مام زیاده نمیره تو ساک، اکیپم گنگ سفید پوستا، هشماش ریخته نمیشه گوز پام. میلرزه رو بیتم یه ریز لوسرا، جنس مام زیاده نمیره تو ساک، اکیپم گنگ سفید پوستا، هشماش ریخته نمیشه گوز پام. یه موقع دادیک با ترور رو گوش داده بودی اصلا این ترکو؟ نه کیه؟ همین تیجه رپرای جدیده. من چون رپ خیلی گوش میدم اوکی بود، 7 بهش میدم. خب حالا ترکی که خودت الان حال میکنی تو پلیلیست خیلی پلی کردی کدومه؟ چه ترکیه؟ ترک فکر کنم سوگند هیپاپولوژیسته. مرا ببوس، من آخرین سکوتم، پرام باز بین اونا که عاشق سقوطم، دکتر خودم رفتنی عاشق خروجه، من خودم رفتم. ترکی که خودت توی این ماه خیلی پلی کردی تو پلیلیست خودم بیشتر آیسم گوش میدم. ترک آنلی فنزش هم خیلی فیتش با کوروش درسته. Hey مونالیزا VIP ششه به توی پریوان. Hey مونالیزا VIP بیا بریم واسه تریسام، واسه تو میشکنم الان آسمون، اگه منو میخوای فقط راست بگو، اصلا تنم الان به یه تارمون، سریجه دارم چشمم کاسه خون، بچسبه بهم یکم دیگه میرسیم.